بعضیا به این اعتقادند که ارتباط عمودی در شعر حافظ رعایت نشده. ارتباط عمودی ارتباط بین ابیات از بالا به پایینه. البته این فقط در ظاهر شعر حافظ صدق میکنه و در باطن اینطور نیست، بلکه حافظ به طور کاملا استادانه، ماهرانه و رندانه با یک نخ نامرئی از لحاظ معنایی تمام ابیات رو به هم وصل کرده. این یک نکته. نکته دوم این که شعرای سبک هندی به تقلید از حافظ بلند شدن و این کار رو انجام دادن، یعنی هر بیت رو در معنای مستقل و جداگانه از بیت دیگر به کار گرفتن، ولی اون نخ نامرئی رو در شعر حافظ ندیدن و هیچ وقت به موفقیت حافظ نتونستن برسن. سپاسگزارم از شما.